این حالت در عبادت ما ثواب نمیماند. ما را خطاب دارد، حضرت فهمانیده ایستاده است چون ولا تسرفو همه خوانی، تو آیتی ولا تسرفو را نمیخوانی. خدا در قرآن چی گفت؟ کلوا واشربوا ولا تسرفو، بخورید بنوشید لیکن اسراف نکنید. در وضو آب 1.5 من است، غسل را 4 من ز تعلیم است. صاحب 4 کتاب میگوید ببین حتی همین آب طهارت در اسلام چینک دارد. این امروز ما و شما 1 سطیل میگیریم طهارت میکنیم، لیکن حضرت میگوید 1.5 من قطی. شما میتونید که با 1.5 لیتر باید که چیکار کنید؟ طهارت کنید. یا گویم با 4 لیتر آب شما باید غسل کنید. این مقصد من این نیست که شما مثال با همین 4 لیتر غسل کنید. مقصد صاحبای کتاب ببین، مقصد دین اسلام ببین که همه چیز باید چینک داشته باشد، هر یک چیز باید اندازه داشته باشد. کفا بالمرء اسما ان یضیع من یقود. حبیب خدا گفت برای دوزخی شدن تو، برای عاصی و گناهکار شدن تو در پیش خدا اینقدر عمل تو بس است که پولی که برای احتیاج خانه داشتی و یا در راه نادرست صرف کردی. پول من در راه نادرست صرف شد، آمد مردم خورد و رفت، معرکه های نادرست، معرکه های بیجا، معرکه هایی که از قرآن و حدیث بیرون، تا جای ما ثواب گیریم در پاداشش ما جزای بد میگیریم. ما از نزد خدا هیچ وقت مکافات نمیگیریم، زیرا که ما علیه قرآن و حدیث مبارزه برده ایستاده ایم. خدا در قرآن لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، شما برای شما ای مردم مسلمان زندگی پیغمبرتان درس است. گفت خداوند آیا حبیب خدا پنجشنبگی کردند؟ جمعگی و دوشنبگی کردند؟ آیا کنی در کدام کتاب خبرش آمد؟ آیا دختر پیغمبری خدا در نزد حبیب خدا جان دادند؟ آیا برای دخترش پیغمبری خدا 3 بیگا و 7 و 40 کردند؟ نکردند. پس مادام نکرده باشند حیات پیغمبر، عمل پیغمبر برای امتاش باید درس باشد. خدا در قرآن و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آن چیزی که محمد آورد بگیرید، از آن چیزی که من تون کرد باز ایستید. چرا باز نمیستیم؟ اینها را حبیب خدا نیاورد، اینها را ما خودمان، اینا را دشمنای ما و شما در بین ما و شما پرتافتند تا که اقتصاد ما و شما را شکنند. میگویند که دامله ها رفته در جمعگی ها اشتراک میکنند، بعضی هاش میگوید که حتی پول میگیرند. من تا حال از هیچ اخبارات ندارم که کدام داملا شما را گفته باشد که من فلان ختم یا فلان معرکه تو دا می آیم فلان قدر مقدار مرا پول ده. هیچ کدامش نمیگوید. بازم آن که نادارن به شرایطن از شما باور که طلب نمیکنن حرام است. لیکن چرا ارتیسا را نمیگن؟ چرا نسبت ارتیسا نمیگن؟ ارتیس $1000 میگد، $500 میگد، به رحمش $2000 $3000 میگد. چرا وای نمیگد که وای حرام میخورد؟ اینش هم قید کردن در کار. اینش هم پول ما نادرست رفته ایستاده است. از خواندن او اگر با شاید ارتیسی باشد که او مثال یک خواند که ما یک راحت کنیم، فقط گرم 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 دیگر نمیفهمی چیست. چند زنی دیگر گویم با به ترتیب در بین مثال رقص دارن، ما چیکار میکنیم؟ بعد شما را برده باز در بین گویم کرته های همونا دستامون می اندازیم، پول می چسبانیم. آیا همین پولی ما در راه نادرست نرفته ایستاده؟ در راه نادرست است. برای برادرای عزیز والله که فقط میخواهم آن چیزی که رئیس جمهور خواستن همون میخواهم، فقط برای برداشتن سطح زندگی شما بای باشید، شما دارا باشید. اگر همین آدمی که دارا باشد، شرایط داشته باشد، وقت چمخوش است. باور که بسیاری بیماری ها حساب ناداری است. نداری بیمار میشه، نداری فشار خون میشه، نداری دلت میزند. همه بیماری ها از حساب بی پولی میروی. او شاعر خدا رحمت کنند میگوید مرد اگر نادار گردد غیرتش کم میشود. این همین مردک که نداشته باشد، بی پول باشد، تماما غیرت ندارد میگه. حالا که مردک با غیرت است کو، مردک قوت همه عذاب دارد، نه که پول که ندارد میانی او را غیرت او را به پولی شکسته است.
مرد اگر نادار گردد غیرتش کم می شود، آب روی او بریزد همچو خاکیستر شود. از بیپولی در آب روش می ریزد، در پیش یار رفیقش قدر نداره، حتی در پیش پدر و مادرش بیپول باور که قدر نداره. امروز بچه پولدار دوست می‌داره، بچه بی پول دوست نمی‌داره. بچه درآمدناک اگرچه بی خدا هم که باشد با او تکیه داره، بچه مثال بی پول که فراست و مثال عقل داره او را دوست نمی‌داره. برای چی؟ به خاطر وای پول داره، پولدار است. این پولداری تا چه حد آورد ما و شما را رسانید که پولدار همه دوست می‌داره. حتی خداوند می‌خواهد شما پولدار باشید، حتی حبیبش میخواد شما پولدار باشید. هیچ وقت اسلام نمیخواد که شما کمبغل باشید. اسلام هم طرفدار است. اگر اسلام طرفدار کمبغلی میشد شما را نمیگفت که لباس زیبا پوش، مرکبهای زیبا داد، نشین شهرهاتون با شکوه کنید، خانه هاتون خوشروی کنید، نمیگفتند. این حالت در عبادت ما ثواب نمیماند. ما را خطاب دارد، حضرت فهمانیده ایستاده است چون ولا تصرفو همه خوانی، تو آیتی ولا تصرفو را نمیخوانی. خدا در قرآن چی گفت؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، بخورید بنوشید لیکن اسراف نکنید. در وضو آب 1.5 من است، غسل را 4 من ز تعلیم است. صاحب 4 کتاب میگوید ببین حتی همین آب طهارت در اسلام چینک دارد. این امروز ما و شما 1 سطیل میگیریم طهارت میکنیم، لیکن حضرت میگوید 1.5 من قطی شما میتونید که با 1.5 لیتر باید که چیکار کنید؟ طهارت کنید. یا گویم با 4 لیتر آب شما باید غسل کنید. این مقصد من این نیست که شما مثال با همین 4 لیتر غسل کنید. مقصد صاحبای کتاب ببین، مقصد دین اسلام ببین که همه چیز باید چینک داشته باشد، هر یک چیز باید اندازه داشته باشد. کفا بالمرء اسما ان یضیع من یقود. حبیب خدا گفت برای دوزخی شدن تو، برای عاصی و گناهکار شدن تو در پیش خدا اینقدر عمل تو بس است که پولی که برای احتیاج خانه داشتی باید در راه نادرست صرف کردی. پول من در راه نادرست صرف شد، آمد مردم خورد و رفت، معرکه های نادرست، معرکه های بیجا، معرکه هایی که از قرآن و حدیث بیرون، تا جای ما ثواب گیریم در پاداشش ما جزای بد میگیریم. ما از نزد خدا هیچ وقت مکافات نمیگیریم، زیرا که ما علیه قرآن و حدیث مبارزه برده ایستادیم. خدا در قرآن لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، شما برای شما ای مردم مسلمان زندگی پیغمبرتان درس است. گفت خداوند آیا حبیب خدا پنجشنبگی کردند؟ جمعگی و دوشنبگی کردند؟ آیا کنی در کدام کتاب خبرش آمد؟ آیا دختر پیغمبری خدا در نزد حبیب خدا جان دادند؟ آیا برای دخترش پیغمبری خدا 3 بیگا و 7 کردند؟ نکردند. پس مادام نکرده باشند حیات پیغمبر، عمل پیغمبر برای امتاش باید درس باشد. خدا در قرآن و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آن چیزی که محمد آورد بگیرید، از آن چیزی که من تون کرد باز ایستید. چرا باز نمیستید؟ اینها را حبیب خدا نیاورد، اینها را ما خودمان، اینها را دشمنای ما و شما در بین ما و شما پرتافتند تا که اقتصاد ما و شما را شکنند. میگویند که دامله ها رفته در جمعگی ها اشتراک میکنند، بعضی هاش میگوید که حتی پول میگیرند. من تا حال از هیچ اخبارات ندارم که کدام داملا شما را گفته باشد که من فلان ختم یا فلان معرکه تو دمی آیم فلان قدر مقدار مرا پول ده. هیچ کدامش نمیگوید. بازم آن که نادارن به شرایطن از شما باور که طلب نمیکنن حرام است. لیکن چرا ارتیسا را نمیگن؟ چرا نسبت ارتیسا نمیگن؟ ارتیس $1000 میگد، $500 میگد، به رحمش $2000 $3000 میگد. چرا وای نمیگد که وای حرام میخورد؟ اینش هم قید کردن در کار، اینش هم پول ما نادرست رفته ایستاده. از خواندن او اگر با شاید ارتیسی باشد که او مثال یک بخواند که ما یک راحت کنیم، فقط گرم 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 دیگر نمیفهمی چیست.
چند زن دیگر گویم با بی ترتیب در بین مثال رقص دارند. ما چیکار میکنیم؟ بعد شما را برده باز در بین گویم کرته های همونا دستامون می اندازیم، پول می چسبانیم. آیا همین پولی ما در راه نادرست نرفته ایستاده است؟ در راه نادرست است. برای برادرای عزیز، والله که فقط میخواهم آن چیزی که رئیس جمهور خواستن همون میخواهم، فقط برای برداشتن سطح زندگی شما بای باشید، شما دارا باشید. اگر همین آدمی که دارا باشد، شرایط داشته باشد، وقت چمخر شد، باور که بسیاری بیماری ها حساب ناداری است. نداری بیمار میشه، نداری فشار خون میشه، نداری دیلت میزند، همه بیماری ها از حساب بی پولی میروی. او شاعر خدا رحمت کنه میگه مرد اگر نادار گردد غیرتش کم میشود. ببین همین مردک که نداشته باشد، بی پول باشد، تماما غیرت ندارد میگه. حالا که مردک با غیرت است کو، مردک قوت همه عذاب دارد، نه که پول که ندارد میان او را غیرت او را بی پولی شکسته است. مرد اگر نادار گردد غیرتش کم می شود، آبروی او بریزد همچو خاکستر شود. از بی پولی در آبروش می ریزد، در پیش یار رفیقش قدر ندارد، حتی در پیش پدر مادرش بی پول باور که قدر نداره. امروز بچه پول داره دوست می داره، بچه بی پول دوست نمی داره. بچه درآمدناک اگرچه بی خدا هم که باشد با او تکیه داره، بچه مثال بی پوله که فراست و مثال عقل داره او را دوست نمی داره. برای چی؟ به خاطر وای پول داره، پول داره است. این پولداری تا چه حد آورد